سرخط خبرها. ادامه تلاش ها برای حل تنش کابل و اسلام آباد. جرگه افغانستان و پاکستان برای حل تنش ها میان دو کشور در پشاور برگزار می شود. درخواست آتش بست فکر کنیم که در اعلامیه مشترک که اگر صادر شود می تواند فضای دیپلماتیک را کمی آرام بکند. برگزاری ششمین همایش توسل تجاری در کابل. در این همایش 25 توافقنامه تجاری به ارزش بیش از 0.5 میلیارد دلار امضا شد. در تفاهم الحمدلله در شده، شما میتونید که هم صادرات داشته باشین و هم ترانزیت داشته باشین. و موج بزرگ مخالفت‌های داخلی در امریکا نسبت به جنگ ایران. شهروندان ایالات متحده بیش از 3000 گردهمایی اعتراضی در سراسر این کشور برگزار کردند. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر آفاق با من عایشه نیازی خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 حمل 1405 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 29 مارچ 2026 میلادی. مشروع خبرها. در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه کشورها برای کاهش تنش کابل و اسلام آباد، یک جرگه مشترک افغانستان و پاکستان برای حل تنش‌ها میان دو کشور روز سه‌شنبه در شهر پشاور برگزار می شود. تشویق دو طرف و کاهش تنش‌ها هدف اصلی این جرگه عنوان شده. گزارش از نسترن امیری. با فروکش کردن نسبی تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، رئیس پیشین دبیرخانه ایالت خیبر پختونخوا از برگزاری یک جرگه مشترک صلح میان پاکستان و افغانستان در 31 مارچ در شهر پشاور خبر داده است. ارباب شهزاد خان تاکید کرده که محور این جرگه اعتمادسازی و مذاکرات جدی خواهد بود و در پایان اعلامیه مشترک به مقام‌های دو طرف ارائه می شود. به گفته برگزار کنندگان، این نشست با حضور رهبران سیاسی، بزرگان قبایل، عالمان دینی و نمایندگان جامعه مدنی برگزار می شود و هدف آن تقویت گفتگو و ایجاد چارچوب برای صلح و ثبات است. آنان خواستار آتش بس فوری و حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو شدند. درخواست آتش بست فکر کنیم که در اعلامیه مشترک که اگر صادر شود می تواند فضای دیپلماتیک را کمی آرام بکند و زمینه برای مذاکرات رسمی تری فراهم نماید. تمرکز روی اعتماد سازی و یعنی با مو چیزی که فرهنگ ها هستند و مشترکات است می تواند تنش های عاطفی را کاهش دهد و به ویژه در میان پشتون هایی که در هر دو طرف به مرز زندگی می کند. برگزار کنندگان همچنان اعلام کردند که برای گسترش تلاش‌های صلح برنامه برگزاری نشست‌های مشابه در کویت و سایر مناطق نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته آنان، با وجود اشتراکات عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی میان دو کشور، ادامه تنش‌ها باعث افزایش نگرانی در میان مردم شده و نیازمند اقدامات فوری برای دستیابی به صلح پایدار است. من شخصاً به این نظر هستم که مشکل افغانستان و پاکستان خیلی ریشه‌های عمیق داره و مذاکرات، نشست‌ها، تفاهم‌ها یک راه حل موقتی به میان میاره طبیعی، اما بعداً بعد از چند ماه دوباره مشکلات آغاز میشه. اصلا مشکل دید خصمانه پاکستان به سوی افغانستان است. همزمان با تلاش‌ها برای کاهش درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با یک رسانه پاکستانی تلویحاً بیان کرد که تماس‌های غیر مستقیم با مقام‌های کابل از طریق طرف‌های ثالث در جریان است. او تاکید کرده که این روند منظم نیست و هشدار داده در صورت ناکامی گزینه‌های نظامی همچنان مطرح خواهد بود. تهدید به گزینه‌های نظامی پاکستان از جانب خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان این حرف تازه نیست. از نیم قرن به این طرف پاکستان بالای افغانستان تجاوزهای نظامی عملا انجام داده که در می اواخر شما شاهد هستید که برای یک بمباردمان در مابین کابل 400 نفر به شهادت رساند و در مقابل این جنایت پاکستان چشم جهان کور است.
در سوی دیگر وزیر خارجه امارات اسلامی در گفتگو با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی با اشاره به تنش‌ها با پاکستان بر حل اختلافات از راه گفتگو تاکید کرده و افزوده که اقدامات افغانستان دفاعی بوده است. مولوي امیر خان متقي همداراز د افغانستان او پاکستان د وضعیت په اړه وویل. افغانستان د ګاونډي په توګه غواړي چې له پاکستان سره ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف وکاروي او هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې جدي اقدامات هم شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان ټولي پوځي اقدامات دفاعي او د تیری په صورت کې د ځان لپاره د مشروع حق دفاع خوندی گنی. این در حال است که پس از هفته ها تنش میان کابل و اسلام آباد مقام های افغانستان همواره بر گفتگو تاکید داشته، اما مقام های پاکستانی بر گزینه نظامی پافشاری دارند. باید دید که جرگه صلح در پشاور تا چه حد می تواند به کاهش تنش ها کمک کند و سبب ختم جنگ و منازعه میان دو کشور همسایه شود. ششمین همایش توسل تجاری میان بازرگانان افغانستان و ازبکستان در کابل برگزار شد. در این همایش 25 توافقنامه تجاری به ارزش بیش از 0.5 میلیارد دلار میان بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. گزارش از اناهیتا اندر. در ششمین همایش توسل تجاری بازرگانان افغانستان و ازبکستان تفاهم‌نامه‌های همکاری به ارزش 514.80 میلیون دلار میان اعضای سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در این همایش با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند گفته که پیشتر توافق در زمینه طرفه ترجیحی برای 8 قلم کالا از سوی افغانستان و 6 قلم از جانب ازبکستان صورت گرفته بود. به گفته او اکنون ازبکستان طرفه ترجیحی برای 8 قلم کالا را توشیح کرده و افغانستان می تواند این اقلام را به آن کشور صادر کند. از طرف افغانستان 8 قلم و از طرف ازبکستان 6 قلم تولیدات افغانستان است. از طرف جناب رئیس جمهور ازبکستان الحمدلله توشیح شد. برای ما تعهد کردند که 1 ماه پس از طرف ما اجازه است که صادرات افغانستان و در قلم هایی که در تفاهم الحمدلله درج شده شما میتونید که هم صادرات داشته باشین و هم ترانزیت داشته باشین. عزیزی افزوده است که این تفاهم‌نامه ها در بخش‌های مختلف از جمله ایجاد فابریکه چوچه مرغ در افغانستان، واردات و صادرات سمنت و زغال سنگ، لوبیا، ماش، اسفالت، صادرات میوه خشک، سبزی، واردات روغن، تیل پترول، قیر، مس و مواد غذایی، صادرات نوشابه‌های غیر الکلی، خدمات ورزشی و تولید مرغ تخمی به امضا رسیده است. افغانستان می تواند نیازمندی های داخلی خود را از کشور ازبکستان در بخش های سمنت، ادویه‌جات، محصولات نساجی و غیر محصولات را به قیمت و کیفیت مناسب تامین نماید. عبدالرازقوف والی ولایت نمنگان جمهوری ازبکستان در این همایش با تاکید بر کار و فعالیت مشترک بیان داشته که از میان 40,000 تاجر و سرمایه‌گذار ولایت نمنگان بیش از 40 تاجر و سرمایه‌گذار بزرگ در هیئت جمهوری ازبکستان حضور دارند و این همایش را نه تنها گام در جهت تقویت روابط اقتصادی بلکه عامل برای تحکیم روابط معنوی دو کشور نیز عنوان کرده است. از میان 40,000 تاجر و سرمایه‌گذار ولایت نمنگان بیش از 40 تاجر و سرمایه‌گذار بزرگ در هیئت جمهوری ازبکستان حضور دارند. این کنفرانس نه تنها گام در جهت تقویت روابط اقتصادی بلکه عامل برای تحکیم روابط معنوی نیز است. این در حال است که روز گذشته هیئت بلندپایه تحت ریاست شوکت عبدالرازقوف والی ولایت نمنگان این کشور به هدف افزایش میزان داد و ستد میان دو کشور و سرمایه‌گذاری در افغانستان وارد کابل شده بود. و در خارج از کشور در یک ماهگی جنگ امریکا و ایران شهروندان ایالات متحده بیش از 3000 گردهمایی اعتراضی در سراسر این کشور برگزار کردند. این اعتراضات علیه سیاست‌های دونالد ترامپ از جمله جنگ با ایران برگزار شده است. گزارش از عزت محمدی بیغش.
جنگ ایران و امریکا یک ماه شد. در این مدت دو طرف علیه یکدیگر حملات سنگین انجام دادند. حملات تهران و واشنگتن بر یکدیگر با گذشت هر روز گسترده‌تر می شود و هیچ نشانه ای از پایان درگیری ها به چشم نمی خورد. این جنگ که هزینه های سنگینی بر امریکا تحمیل کرده با موجی از مخالفت ها در داخل ایالات متحده مواجه است، به گونه‌ای که اعتراض های گسترده علیه ترامپ با شعار نه به پادشاه در این کشور آغاز شده است. اعتراض کنندگان که علیه سیاست های ترامپ از جمله جنگ با ایران به جاده ها آمدند، بیش از 3200 گردی همایی احترازی در 50 ایالت امریکا برگزار کردند. معترضان بالا رفتن قیمت ها را یکی از دلایل اصلی حمله امریکا به ایران دانسته و سیاست های مهاجرتی ترامپ را نیز به انتقاد گرفتند. آگاهان جنگ امریکا علیه ایران را اشتباه بزرگ ترامپ می‌دانند و میگویند که رئیس جمهور امریکا این جنگ را خواهد باخت. تجاوز امریکا بر ایران یک اشتباه بزرگ است. آقای ترامپ خود در یک مشکل بسیار بزرگ انداخته و این مشکل روز به روز بزرگتر میشه. مخصوصا در خود امریکا مخالفت مردم با این جنگ غیر منصفانه و غیر عادلانه رو به افزایش است. حتی در درون حزب خود آقای ترامپ در جمهوری خواه هم این جنگ محبوب نیست، مردم مخالفت میکنه. در اوج اعتراضهای مردمی در ایالات متحده، فرماندهی مرکزی امریکا گزارش داده که تاکنون به بیش از 11,000 هدف در جنگ علیه ایران حملات هوایی انجام داده است. واشنگتن پست نیز خبر داده است که پنتاگون در حال آماده سازی برای چندین هفته عملیات زمینی در ایران است. آگاهان میگویند که اجرای عملیات زمینی امریکا در ایران ممکن نیست و اگر نیروهای امریکایی وارد ایران شوند با شکست فاحش مواجه میشوند. امریکا به دستور اسرائیل جنگ را آغاز کرد و با محاسبه غلط پیش رفت، بالاخره باعث شکست امریکا در منطقه شده. من فکر نکنم که امریکا بتونه که دستاورد داشته باشه. با ویرانی نمیشه که یک کشور تسخیر کرد. اگر میتوانست غزه را به خاک یکسان کرد، اما نتوانست که گروپ حماس خلصلا بکنه. همزمان با ورود جنگ علیه ایران به یک ماهگی خود، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داده که ناو USS تریپولی با 3500 خدمه وارد منطقه شده است. نشریه وال استریت ژورنال گزارش داده که ایالات متحده در حال حاضر 8 ناوشکن از جمله 2 ناو در نزدیکی تنگه هرمز، 3 ناو در شمال دریای عرب، 1 ناو در دریای سرخ و 2 ناو در شرق مدیترانه در منطقه مستقر کرده است. افزون بر این ناوشکن‌ها 2 ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن و USS جرالد فورد نیز به منطقه رسیدند. در بحبوحه این جنگ، اسرائیل حملات هوایی به زیرساخت‌های ایران را تشدید کرده و پاکستان سفره میانجیگری را پهن. وزارت خارجه پاکستان گفته که میزبان مذاکرات دروزه غیر مستقیم ایالات متحده و ایران با حضور نمایندگان عربستان سعودی، ترکیه و مصر در مورد جنگ جاری در خاور میانه است. در حال جنگ امریکا و ایران وارد دومین ماه خود می شود که شدت درگیری ها و گسترش حضور نظامی امریکا در منطقه نشان می دهد که چشمانداز پایان سریع این جنگ هنوز روشن نیست. همزمان افزایش اعتراض های مردمی در داخل امریکا و تلاش های دیپلماتیک منطقه‌ای بیانگر فشارهای فزاینده برای توقف این درگیری است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.